با درود و روزگار همه بخیر. میخوایم یک صفحه کتاب بخوانم از کتاب خاطرات حضرت امام سلطان محمد شاه آقاخان سوم. اما پیش از او چند نکته صحبت خودمانی با دوستای عزیز محترمی که در صفحه فیسبوک با من همراه هستند. چند صفحه فیسبوک من مخاطب آنچنانی نداره و دلیلش هم است که خوب من کدام آدم مهم مشهور نیستم، اما تعداد دوستایی که در همین صفحه هستن نسبت به من لطف و مهربانی داره و این لطف و مهربانی برای من بسیار ارزشمند و محترم است و گاهی بعضی از دوستا در مورد ترجمه از من سوال میپرسند که من چطور ترجمه میکنم. در کل ترجمه برای از من یک نوع سرگرمی است، یعنی یک نوع ریاضت یا فعالیت ذهنی و فکری. خب ما انسان ها همگی یک نوع سرگرمی هایی داریم، مثلا بعضی ورزش میکنن، بعضی یک نوع فعالیت های دیگی و در این اثر یک جمع زیادی از ما مثلا وقت را در شبکه های اجتماعی میگذرانیم. ما کوشش میکنیم که یک بخش از وقت فراغت خود را با کتاب نوشتن و ترجمه بگذرانم که و بخشی چالش برانگیزی ترجمه برای از من وقتی است که من متنی را که ترجمه کردیم دوباره خود ما بخوانم، به دلیلی که من در کارهای خود یک دید بسیار انتقادی دارم. خصوص در قسمت ترجمه همیشه فکر میکنم که متن میتونه زیباتر ترجمه شود، مثلا بعضی واژه‌ها میتونه جای گزینی مناسب تری یا زیباتری یا خوبتری داشته باشند، یا جمله بندی ها میتونه متفاوت باشه و همین نوع نگاه باز مرا ذهنم بسیار درگیر میسازه. به او خاطر کوشش میکنم متن که یک بار خودم ترجمه کردم و نهایی شده باز دوباره زیاد او را نخوانم. مثلا یادم وقتی کتاب زندگی نامه حضرت شاهزاده صدرالدین فقید را ترجمه میکردم، در یک جای یک واژه را ترجمه کرده بودم آبی رنگ. خب اینمی قسمت را هر باری که میخواندم میدیدم که اینمی جمله بسیار رسا و زیبا نیست و همین باعث میشد که ذهنم درگیر بشم و تقریبا پس از 2-3 ماه یک روز کتاب شعر فارسی را میخواندم و در موجب با واژه نیلگون برخوردم و یک بار از ذهنم رسید که من دنبال این واژه چقدر سرگردان بودم، آجیل رو یادداشت گرفتم و پس در قسمت کتاب رساندم. و دیگه ای که عادت دارم من همیشه با خود یک کتابچه و قلم می داشته باشم و اگر در جریان کار باشم یا در جای مرور سفر رفت آمد، اگر یک واژه‌ای در ذهنم رسید یا یک مقاله را خواندم، کتاب را و بینگرم که در درون از او کدام متن زیبا است و الهام بخش است و آموزنده است، باز من اونا رو یادداشت میگیرم. باز در قسمت ترجمه از همین یادداشت‌های خود گاهی استفاده میکنم. یک دفعه یادداشت‌های خود رو میکنم چی واژه‌های زیبا داره، مثلا جملات اینا از او استفاده میکنم، ولی متنی که نهایی شد باز کوشش میکنم که زیاد نخوانم. مثلا وقتی کتاب حضرت شاهزاده صدرالدین آقاخان یک دوست بسیار عزیز و محترم صفحه‌آرایی و دیزاین میکرد، پس از اینکه بعضی تغییرات به خاطر مصفحه‌آرایی پیش می آمد، باز کتاب دم روان میکرد که من یک دفعه بینگرم. من علاوه بر که او تغییرات را میدیدم، باز بعض جاهای دیگی مثلا در ذهنم میرسید که باید تغییر کنه، یا یک واژه یا یک کلمه یا یک قسمت جمله بندی، باز در دوست عزیز نوشته میکردم که علاوه بر تغییرات مثلا این قسمت را هم اصلاح کنید. پس از چند بار رفت و برگشت کتاب متوجه شدم که اگر من این روند ادامه بتون، خب این باعث زمانگیر شدن چاپ میشه و از این دوست عزیز خود خواهش کردم که شما لطف کرده کتاب را نهایی بسازین، دیگه برای من روان نکنین که من در 580 چند صفحه حتما جای دیگه را پیدا میکنم و این موجب امو به دراز کشیدن چاپ کتاب میشه. ولی در کل کار ترجمه برای از من یک نوع سرگرمی است، یعنی خوش دارم که ترجمه کنم و متنای زیادی ترجمه کردیم، مثلا شعری نروژی ترجمه کردیم، مثلا داستانی و متنای دیگه ترجمه کردم که ممکن بعضی از اونها رو من چاپ کنم و بعضی هم چاپ نکنم، اما خوش دارم وقتی یک متن خوش محمد بازو امرایشی کار کنم، ترجمه کنم و رو به زبان شیرین فارسی باز به خود بخوانم. زیاده حرفی نمیکنم، قسمت را که یک صفحه کتابی را که وعده کردم میخوانم، اما قسمت را که میخوایم بخوانم قسمت های آخر کتاب هست. صفحه 497 سالهای پس از جنگ با دوستان و خانواده. با اطمینان کامل میتوانم ادعا کنم که من هیچگاهی در طول زندگی خود و حتی برای یک لحظه هم احساس افسردگی نکردم.
روزهای من همیشه کوتاه و ساعتها چنان به سرعت میگذرد که هر لحظه آن سرشار از زندگی است و زمان همچون پرواز بالها سبک و با آرامش سپری می شود. و باور من وقت ذهن آدمی در هر حالت مانند سلامتی یا بیماری دغدغه‌های بیرون از خودش را داشته باشد به منبع همیشگی خوشبختی دست یافته است. در عبادت و نمازهای روزانه همانطوری که ما در اسلام تصور داریم، عشق ذات الهی تمام ذرات ذهن و فکر انسان را فرا میگیرد و در آن لحظات نادر و الهام بخش روحانی شعله نور الهی ذهن و روان آدمی را چنان روشن می سازد که هر گونه حس و ادراک دیگری محو می شود. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم من دچار بیماری شدیدی بودم که فکر می کنم به درازا کشیدن آن می توانست مرا افسرده کند. 30 جراحی بزرگ را از سر گذراندم که در 2 مرتبه شانس زنده ماندن 50% بود. چند ماهی هم از درد شدید قلب رنج می بردم، اما هرگز دچار افسردگی نشدم. صادقانه می توانم بگویم که ذهن و فکر من مدام در موضوعات بیرون از خودم درگیر است. به عنوان مثال گسترش چشمگیر فعالیت‌های جماعت اسماعیلی که شامل موج از افکار و ابتکارات جدید در سراسر جهان اسلام است و شخصا به صورت فعال و از نزدیک در انجام آنها سهم داشتم. یک قسمت بخشی است که حضرت امام در مورد دوستان و آشنایان خود صحبت میکنه. البته یک جمعی از دوستای کتاب را داره و خوانده و تعداد دوستای دیگی که مایل هستند و میخوان سرگذشت حضرت آقاخان سیم را مطالعه کنند میتونن کتاب را تهیه کنند. باقی روز و روزگاری همه خوش.